سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما برگشتیم با یه ویدیوی آموزشی دیگه. همونطور که میدونیم ما آجر گرفتیم که یک قسمت از سالن سوممون رو آجر کنیم. حالا میریم واسه آموزش این بهتون یاد میدم که اگه شما خواستین یه کوچولو از خونتون رو آجر کنین به چه چیزایی نیاز دارید. صلیب کلا نیاز دارید، آجر نیاز دارید و چسب. حالا بریم با هم دیگه بهتون نشون بدم که چجوری به راحتی اینا نصب میشه. آجر رو میزنیم به دیوار، یه صلیب میذاریم کنارش تا این صلیبا بابت اینه که اندازه های آجرات تنظیم بشه. آجر رو فشار میدیم به دیوار، این صلیب هم کنارش. به همین راحتی، یعنی شما نیاز نیست هزینه زیاد کنید بابت نصب آجر. ما ردیف اول رو نصب کردیم تقریبا. حالا واسه که چیدن آجرامون شکیل تر بشه میایم آجرها رو نصف میکنیم برای که روی سر هم سوار نشه. مثل اینجا یه تیکه یه کوچیک، یه تیکه یه سالم. حالا میایم اینو چسب میزنیم، 2 تا صلیب بر میداریم، میایم زیرش رو صلیب میزنیم که اندازه هاش تنظیم شه. بعد اینو به دیوار میچسبونیم. این 2 تا صلیبه رو میذاریم تا این به دیوار بچسبه و خشک شه. حالا برای ردیف بعدی میایم یه دونه سالم برمیداریم، یه آجر سالم برمیداریم، چسب میزنیم، 2 تا صلیب برمیداریم و اول که اندازه ما بین اینو میگیریم، بعد صلیبا رو میذاریم زیرش. بعد اینو فشار میدیم به دیوار. همینجور دیوار رو کامل آجر نصب میکنیم. تمام شدهش نشونتون میدم. خب کار ما تموم شد و دیوارمون رو آجرچینی کردیم. همونطور که دارید میبینید ما یه تیکه رو زدیم، قرینه این اومدیم بالا زدیم. این صلیبا رو هم که میبینید گذاشتیم بابت تنظیم این آجرها، فاصله هاشون تنظیم بشه. شما میتونید خودتون آجرها رو بگیرید خودتون نصب کنید، خیلی راحته. ولی یه کوچولو یه قلقایی داره که من توی ویدیو کامل براتون توضیح دادم. باز هم از آقای نعیم بحری تشکر میکنم که به ما اینو یاد دادن. امیدوارم که دوست داشته باشیم، بهتون کمک کرده باشیم. تا ویدیوی بعدی.